مامان من سیر شدم دیگه، اینم استخونشه. اب نداره، استخونه میرم شب بابات سق میزنم. چی؟ بابات میخوره. مامان بابا گناه داره. نه میخوره، همه چی میخوره. مامان این کارا رو نکن. اون پیازا رو بده من، پیازا رو بده من. اینو دیگه نذار. میخوام شب قرمه سبزی درست کنم. همه دارن نگاه میکنن مامان. وای چه نمکتونای خوشگلی داره. چه نگاه نمکتون داری؟ چقدر پول دادیم؟ چقدر پول سرویس دادیم؟ حرف بزن. دیگه به اینا که پول ندادیم. مامان یه پرس کله پاچه برای بابا بگیری ببریم، گناه داره. نه خیلی خود کرده، لازمه کرده. آخه گشنشه بابا الان. یه قرمه سبزی دارم تو فریزر از 6 ماه پیش مونده، اونو داغ میکنم میخوره. گناه داره بابا. نه گناه نداره. بخور. آکنه پسرم بخوره نیش جونش بشه عزیزم. مرسی ماما، عجب زبون خوشمزه‌ای بود. اله قربت بشم، خوشت اومد. آقا 2 تا زبون دیگه بزن. فردا مدرسه‌مو چیکار کنم؟ ببین خیالت راحت، زنگ تصمیم میگم برای داغ و تازه یه دست کله پاچه بیارم عزیزم. دست در نکنه، تو بهترین مامان دنیایی. عزیز دلم قربونت بشم. الو بیبی کجایی؟ مامان کیه باباه؟ نه عزیزم جاست فرندمه. اون دیگه کیه؟ غذا تو بخور دیگه. خب کردم بریم فردا. بیچاره بابا.